اسدالله یکتا یکی از چهره‌های شناخته شده و محبوب سینما و تلویزیون ایران به دلیل عفونت در خون شب گذشته 29 آذر در بیمارستان بستری شده. این خبر از سوی فرزندش محمد یکتا اعلام شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی این هنرمند قدیمی را افزایش داده. به گفته محمد یکتا، پدرش در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارد و بر اساس نظر پزشکان احتمال میره که او تا یه هفته دیگه در بیمارستان بستری باشه. اسدالله یکتا متولد سال 1326 و دارای پیشینه‌ای قوی در عرصه تئاتر و سینماست. او با بیش از 90 فیلم سینمایی و چندین مجموعه تلویزیونی یکی از چهره‌های ماندگار عرصه هنر ایران به شمار می‌رود. یکتا با آثارش نه تنها در دل مخاطبان جا باز کرده، بلکه به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای شناخته شده. این بازیگر با کارگردان‌های مطرحی چون داریوش مهرجویی، بهمن فرمانآرا، کمال تبریزی و تهمینه میلانی همکاری داشته و با بازی در آثار کلاسیک سینما نظیر هامون، بوی کافور، عطر یاز، گاهی به آسمان نگاه کن و کاکادو نام خود را در تاریخ سینمای ایران ثبت کرده. او همچنین در مجموعه تلویزیونی معروفی همچون چاق لاغر، هزاران چشم، فوتبالیست‌ها، داستان یک زندگی، ستایش 3 نیز ایفای نقش کرده. محمد یکتا در ادامه صحبت‌هایش اظهار داشت که پدرش همواره به فعالیت‌های هنری خود علاقه‌مند بوده و کمکاری در این زمینه او را اذیت می‌کنه. او ابراز امیدواری کرد که پیشنهادهای بیشتری برای فعالیت در سینما به اسدالله یکتا داده شود تا بتواند دوباره روی صحنه و جلوی دوربین برگردد. این اظهارات نشان دهنده عشق عمیق یکتا به هنر و تمایل او برای ادامه فعالیت در این عرصه است. اخیراً خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه از اسدالله یکتا برای بازی در یک فیلم سینمایی دعوت به عمل اومده و قرار بود فیلمبرداری آن از آخر آذر آغاز بشه. حالا با توجه به وضعیت سلامتی او مشخص نیست که آیا این پروژه به تعویق خواهد افتاد یا خیر. اما انتظار میره که پس از بهبودی یکتا بتواند به کارنامه هنری خود ادامه بده و بار دیگه بر صحنه سینما حاضر بشه. وضعیت سلامتی اسدالله یکتا نگرانی‌های زیادی را برای طرفداران و همکارانش ایجاد کرده. بسیاری از هنرمندان و دوستداران او با ارسال پیام‌های محبت‌آمیز و دعا برای بهبودی سریع او حمایت خود را از این بازیگر برجسته نشون دادند. این حمایت‌ها نشان دهنده احترام و ارادت جامعه هنری به اسدالله یکتاست که سالها با هنر خود دلها را شاد کرده و خاطرات زیادی را برای تماشاگران ساخته است. با توجه به پیشینه غنی او در سینما و تلویزیون، انتظار میره که پس از بهبودی او دوباره بتونه با استعداد و انرژی خود به عرصه هنر بازگرده. محمد یکتا همچنین اعلام کرده که پدرش در حال حاضر تحت مراقبت‌های ویژه قرار داره و تیم پزشکی تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت او انجام میده. این نگرانی‌ها باعث شده تا طرفداران و همکاران این هنرمند بزرگ نسبت به آینده او ابراز امیدواری کنند. در نهایت باید منتظر ماند تا ببینیم که چه آینده در انتظار اسدالله یکتا خواهد بود. اما آنچه مسلم است این است که عشق او به هنر و تماشاگرانش هیچگاه فراموش نخواهد شد. جامعه هنری و طرفدارانش امیدوارند که این هنرمند بزرگ هرچه سریعتر سلامتی خود را بازیابد و بار دیگه بر صحنه هنر بدرخشد.